امروز بریم ببینیم با کارت های تارو احساسش به ما چیه، میخواد چی بهمون بگه. برای اینکه با این کارت ها و انرژیشون همسو بشید بهتره که 3 بار اسم شخص احساسیتون رو توی ذهنتون تکرار کنید تا من با فال های تارو براتون احساس این شخص رو بگم. چیزی که در اومده، این شخص این روزها خیلی انتظار داره که تغییراتی رو داخل شما ببینه و خیلی از داشتنتون، از اینکه کنارش هستید، حالا بهش زنگ میزنید یا شما رو داره، خوشحاله. به حد یک بچه از این رابطه خوشحاله و ترس این هم داره که یک جایی شما اینو بذارید و برید یا دور شید ازش. ولی توی این رابطه روز به روز این آدم احساسش به شما بیشتره. خیلی دوست داره در مورد موانع یا مشکلاتی که با همدیگه دارین بشینه با شما صحبت کنه و مخصوصا خانم هایی که دور و اطراف شما زیاد مد نظر این شخص نیستن. یعنی خیلی دوست داره که با اینا یا کم رنگ تر بشی یا رفتارتو عوض کنی. هر چیزی که داره نشون میده میگه که این آدم همه جوره ذهنیتش رو شما گذاشته و همه جوره قمار زندگیش، همه جوره اون چیزی که داره روی زندگیش برنامه ریزی میکنه رو برای شما گذاشته و داره تلاشش رو میکنه و تا 5 زمان دیگه احتمال داره یک سری اتفاق هایی که براتون حالت سورپرایز داره از سمت این شخص بیفته، جوری که تمام اون انرژی درونیش رو براتون تخلیه کنه و صحبت کنه در مورد پنهانکاری هایی که لحاظ احساسی احساسش به شما داره، براتون صحبت کنه. و اینکه شما باید از تمام قدرتتون تو این رابطه استفاده کنید تا به این نقطه‌ای برسین که این شخص راز احساسش رو به شما بگه و بخواد در رابطه و آینده باهاتون صحبت کنه. تا اینجای فال اگه خوشتون اومد بهتره که لایک کنید تا این انرژی این فال برای شما باشه که بتونم ادامه فال رو براتون بگم و تمام انرژی های این فالو و اتفاقایی که قراره تو این رابطه بیفته و چیزهایی که میخواد بهت بگه برای تو باشه، برای تویی که داری این فالو میبینی. و هر تایمی که شما این صفحه رو باز کنید و ببینید این فال مال شماست. روزی که لایکش کنید برای شماست. 3 زمان به خودتون فرصت بدید، مطمئناً شرایط عوض میشه و تغییراتی تو این رابطه اتفاق میفته. این شخص میخواد بگه که من توی هر شرایط یا هر سختی که باشه کنارت میمونم و تا روزی که بتونم به اون خواسته قلبیم در مورد شما برسم همه جوره تایم خودم، زمان خودم رو میذارم. یکم روی شما حسود هم هست، احساس حسادت داره و خیلی بیش از حد اون احساسش یا اون حس حسادتش به خاطر دوست داشتن بیش از حدشه. شاید احساس کنی که الان حالا باهات قهر، فاصله گرفته و دور شده، ولی میگه این توی قلبش دوست داره که بیاد باهات آشتی کنه، دوباره با تو مسیرهایی رو بره، بهت بگه که چقدر دوستت داره و چقدر براش با ارزشی. 80% چیزی که داره یک شرایط غیر مترقبه رو ایجاد میکنه و حالت پنهانکاری هایی که این شخص داره انجام میده یا شما دارین انجام میدین خیلی باید مواظب باشین. و اگر این شخص انجام بده خودش میاد در موردش صحبت میکنه. از زنها و خانومهایی خبرهای خوبی تو این رابطه هست. حالا مادر این شخص، برای خواهرش، اشخاص دور و اطرافش. شانسی که این شخص در مورد این افراد داره برای شما صحبت میکنه و انگار این رابطه رو همه فهمیدن و این عشق یک عشق واقعی و یک مثلث واقعی از لحاظ احساسی رو داره نشون میده. باز اینجا افتاده درگیر این رابطه شده، سفت و سخت روی این رابطه وایساده، هر جوری که هست میخواد این رابطه رو داشته باشه و نسبت به 2 ماه آینده دارم میبینم که این شرایط یا این موقعیت ها میتونه یک موقعیت مثبت و روشنی باشه و دلنگرانی ها و ناراحتی هایی که دارید رو حل کنه. باز میگه که شما پشت سر گذاشتن موانع رو توی این رابطه خواهید داشت، همه جوره این رابطه به یک شرایط مثبت و روشنی میرسه. بعد داره چیزی رو نشون میده بهتون در رابطه با رسیدن به گنج توی این رابطه. این رابطه میتونه با یک موفقیت و آرامش بزرگ همراه باشه و
یک شرایط خوب رو براتون داشته باشه. اگه دنبال یه فال متفاوتی، یک انرژی متفاوتی رو میخواین از فال بگیرین، با من تا انتهای ویدیو باشید که ببینیم این شرایط احساسی این شخص چجوریه و چه انرژی قدرتمندی پشت این داستان این کارت‌ها خوابیده. میگه توی خرابی های زیادی این شخص قرار داره، یعنی مراد دل شما تمام هم و غمش برای رسیدن به خود شماست و مدام داره خودش رو سرزنش میکنه که چرا تایمی که میتونست شما رو ببینه، باهاتون صحبت کنه، کنارتون باشه، به کارهای دیگه پرداخت یا حتی اون تایم رو از دست داد. مدام سر این قضایا داره با خودش کلنجار میره. این 10 ساعت گذشته این آقا یا این خانوم مدام به گنجی که توی زندگیش داره فکر میکنه و این گنج کسی نیست جز شما و شما برش یک شانس یا یک اتفاق خیلی خوبی هستید که همه جوره داره در رابطه با شما فکر میکنه و میخواد شرایطش رو روی زندگی شما بذاره. اینقدر که این آدم توی شرایط آینده نسبت به شما داره فکر میکنه، فکر نمیکنم کسی بخواد این همه تایم و زمان رو برای شما بذاره و بخواد شرایطش رو توی این موقعیت‌های خوب با شما برنامه ریزی کنه. سفت و سخت وایسید، سفت و سخت این رابطه وایسید. هر اتفاقی که افتاد، قهرید، ناراحتید، نمیدونم از دست هم دیگه دل خورید، این رابطه یک رابطه واقعی از سمت مقابلتونه. اگر مشکلی یا ناراحتی هم پیش اومده باشه، از دستتون ناراحت باشه یا شما از دستش ناراحت باشید و دعواهایی بینتون پیش اومده و قهرهایی پیش اومده، باز میگه که روی این رابطه صبر کن. این شخص مثل یک فرد خیلی خیلی قدرتمند پشت شما در میاد، جایی کاری رو براتون انجام میده که شما زمانهای زیادی منتظرش. زیر یک سقف رفتن رو میتونیم با هم دیگه داشته باشیم و شرایطی که میتونه این و میگه سرنوشت، موقعیتی که میتونه همه جوره زندگیتون رو عوض کنه، یک راه جدیدی رو براتون داشته باشه و مطمئناً برنامه‌های نو و تازه‌ای میتونید با این شخص داشته باشید. این شخص قدرت زندگی کردن رو خیلی زیاد داره و داره توی این زندگی دنبال شما بیشتر از هر چیزی میگرده. احساس ناامنی داره، سعی کنید خودتون بیشتر تایم بیشتری براش بذارید تا بتونید به یک شرایط خوب و مثبتی بهش برسید. خب عزیزان دلم، شاید شما توی تایم زندگیتون حالا با این همچین شخصی یا اشخاص دیگه‌ای، دوستان خیلی زیادی از من سوال پرسیدن که خب احتمال داره همچین کسی به ما خیانت کنه یا اصلا این همه منو دوست داره، حس خیانت یا همچین چیزی. شما همچین چیزی رو تا حالا تجربه کردین؟ حتما برام کامنت کنید تا یک راهکار درست برای مقابله یا جلوگیری از این قضایا براتون داشته باشم. و اینکه یک سری برنامه ریزی هایی که میتونید توی آینده زندگیتون داشته باشین که مثل یک معجزه باشه، یک اتفاق خوب و مثبت و یک برنامه ریزی برای آینده زندگیتون که میتونه از سمت همین شخص باشه. شما میتونید روی این رابطه امیدوار باشید و احساس این آدم یا حس قلبی این آدم مطمئناً گره های زندگی شما رو باز خواهد کرد. جوری برای شما اقدامات و برنامه ریزی ها رو خواهید داشت که دیگه خواب از چشم شما بره، جوری باشه که فقط به این نامزدی، به این عشق، به این رابطه خیلی واقعی فکر کنید و همه جور زندگیتون رو روش بذارید. امیدوارم خوشحال و شاد و مؤید باشید، بهترین ها در راهتون باشه و فال فردا شب که در رابطه با خیانت طرف احساسیتون رو از دست ندید، با ما همراه باشید.